و خوناشام و مردان قانون برای یافتن اسرار یک بمب جدید که میتواند تمام ساکنان کره زمین را نابود سازد. جیم کلی در تعقیب راه بزرگترین قهرمان سینما بروس لی برای نابودی نسلی از جنایتکاران. اسم مقتول آرتور رفته بود که از عملیات رهبر گانگسترها اطلاعاتی کسب کنه. مردی به اسم سانتا ماسینو معروف به خوک. خوک کجاست؟ نمیدونم اون کجاست. رهبر جنایتکاران و دستیارانش برای یافتن اسرار بمب از هیچ جنایتی روی گردان نیستند. در بعد مرگ تا گرسنه بوده. اگه سینه تو گاز بگیره فقط باید سرشو ببرن تا وینت کنه. نقشه کجاست؟ بعد مرگ با شرکت جورج لازنبی. جاسوسای ما اطلاع دادن که بمب با موفقیت آزمایش. آلدو ری. اون بمب کجاست؟ و با معرفی یک هیجان دیگر در ورزش رسمی، مایرون بروس لی شرم‌آور تا دنیای دلهره و هراس و ماجراهای خونین و مرگ‌آور برای اجرای عدالت است که گلوله‌های نفسگیر و مشت‌های آهنین چون رگبار باریدن می‌گیرند تا دشمنان آزادی نابود شوند، تا دشمنان انسانیت به کار مرگ. بعد مرگ، بعد مرگ، یک فیلم ماجرایی بزرگ، یک هیجان بی‌پایان، یک حادثه جذاب و فراموش نشدنی. جیم کلی، نیرومند و